بیا دستت بگیرم امهی به نظیرم مونی سوغم خورم با عزیز یوزورسی میمانی عالی قدری مغازه بیبیگاه دین لحظه همچون رمزی شیرینی های حیات و زندگی با امید مظفریت و موفقیت و برکت در این مکان از شیرینی میچشم. زنده باشید. هر که پسر دارد دنیا در مشتشه. خوش به حال مادرانی که پسر دارد. و این دوستان عزیز یوزورسی میمانی عالی قدری مغازه بیبیگاه دین لحظه همچون رمزی شیرینی های حیات و زندگی با امید مظفریت و موفقیت و برکت در این مکان از شیرینی میچشم. زنده باشید. یک جان سپاس. و مناسبت کشاده شوی مغازه کودکانه بیبیگاه ببینید یک شیرینی بسیار زیبا و با لذت آماده کردن و اینجا با دستان نازک فرزند و جگربند زلیخای نازنین بریده شد. این لحظه ها همه ما و شما عزیزان از این شیرینی میچشید تا که زندگی همه ما و شما نمیگونن و از انتظاری خسته نمیشم امیدوارم میایی پیشم راهی درازه تا تو رسیدن و بسری غم دیدن گناه ندارم مشکم رزان فقط دوست دارم چوکا دستین ای بچه اینا با کی رو میخری مایده کن خدا ده خیلی خیلی شیکی تو میدانم عاشقی تو مرا یک لحظه نبینی زیقی تو این قلب من قلبی آهنی صد سپاس مرا میبینی و هر دم مرا میبینی و هر دم زنای دم که با پول فابریک صاحب خانه در روسیه در تاجیکستان صاحب ماشین در یک ماه دو سه جا سفر میکنن و همه اینها باور میکنید شما که زنهای خانشینن چند تایی فرزند دارن در تربیت فرزند خانشینن شوهراشون اجازه نمیدهد که کار کنن در خانه شیشته با واسطه تلفن و اینترنت هر یک این نفرها اول خودشون تنها بودن بعدن آدم آوردن صاحب کارگر شدن کارگراشون صاحب کارگر یعنی ریشهشون پهن شد یک کمانده کلون شدن میدونید چی همه اینها در دوام یک سال انمی قدر دستاوردها را نایل گشتن زیاد 3-4 سال بسیارش از دوره کرونا ویروس در دوره بیکاری بیپولی رجیستراسیا کردن امروز این زنای میبینی هوست میبیاید از زیباییشون از فسون پوشیشون از آیلی که میگیرن بعد که در یک دو کنفرانس اشتراک کردم گفتم من
magazine. Baby Gold, Summer Lutfi. جهانی سپاس با بانو زلیخا که قدر کردید آمدید همراه فرزندان و اکنون من از همه میهمانان خواهش میکنم همه یک جایه مادران عزیز، خواهران عزیز، میهمانان عزیز خوش آمدید. این باز در شهر دوشنبه یک مرکز کودکانه عالم کودکان بیبی گولد دروازه‌های خود را برای همه شما باز نمود. من فکر میکنم که همه زحمت و تلاش همین انسان هر یک پدر و مادر برای خوشبختی فرزند است و ما تشکر میگوییم به اون نفرانی که برای فرزندان ما، برای پیوندان ما، برای جگربندان ما همین گونه یک شرایط زیبا را مهیا میسازند و با دعوت صاحب همین مغازه بانوی بسیار هم خوش صدا، ستاره پرجلوی صنعت استرادای تاجیک زلیخا محمدشاه و همراه دو فرزندش جگربندش مهند جان و یوزارسیف برای تهنیتگویی آمدند و اینک در حضور همه ما و شما لنتای رمزی بریده میشد. بیاید قرصک میزنید. کار دنیا آسان نیست، کسی از این حیران